می آیند که نامبردار پدر و مادر، نامبردار اسلام، خدمتگزاران اسلام، حافظان قرآن انشالله به دنیا می آیند. قدمت بر خاندان نوت خجسته باشد. الها با لبخند بزیبت، با سخنهای نفیست، با قدمانی‌های عجیبت به دل هر یک از اهل و عائلت مهر بخشید. مهر پر از صداقت، مهر پر از رفاقت، مهر پر از عشق و محبت صمیمانه. دختری نازنین من، فرشته خاندان ما، از نام پدر و مادرت گفتنی هستم که از همان روزی که خداوند برای من تو را هدیه نمود، آرزوی آن را داشتیم که تو را در جامعه عروسی ببینیم. این همه بخت و تخت بلند دختر جان برایت مبارک باشد. خدمتگزار شوهرت باشی، فرمانبردار ایشان شوی، جفتی مناسب گردی و قدمهایت در زندگی مستقلانه استوار باشد. ای آشیان زندگی، ای منزل نزد قدوم، با تو بودم یاری قرین، 18 بهار پرسمن. کی دانمت ای در زندگی همسوز بوده است، دختر به درگاه پدر ستاره روز بوده است. شامی که رفتم از برت، طفل زدامانم گریخت، آهم سمایت را گرفت، باران اشکم ریخت. خوشبخت کسی است که خدمت یار کند، هر جا که قدم نهاد گلزار کند. الها از قدم های مبارکت همان خاندان گلزار گردد. آمین آمین. الها مادر تو، سر تو همیشه دعاگوی تو باشد.